اگه موقع خواب این ویدیو رو میبینی گوشیتو خاموش کن، چون این تماس واقعیه. یه اپلیکیشن عجیب تو دیپ وبه، اسمش هست رد کال. نه تو گوگل نه تو اپ استور، فقط از طریق یه لینک ناشناس نصب میشه و تنها کاری که میکنه اینه که ساعت 3:33 نصف شب گوشیتو زنگ میزنه. تماسی از یه شماره قرمز بدون اسم بدون عکس، فقط یه صدا از اون طرف خطه که ازت یه سوال میپرسه و اگه جواب اشتباه بدی دیگه هرگز صبح رو نمیبینی. اگه قرار باشه برای زنده موندن یه نفر رو حذف کنی، کیو انتخاب میکنی؟ هیچکس، اصلا همچین کاری نمیکنم. جواب اشتباه. دختر وحشت زده میره تو لیست مخاطب‌ها، اسم خودش نیست. میره جلوی آینه، تصویر خودش نیست. اون شب آخرین باری بود که کسی اون دختر رو دید، ولی تماس‌های قرمز هنوز ادامه داره. شاید نفر بعد تو باشی. اگه هنوز تماس قرمز نگرفتی شانس آوردی. سابسکرایب کن و ببین نفر بعدی کیه.